امتیاز محسوب میشه. اینه که به خودمون، یعنی بزرگترین سرمایه و گنج تمام ما آدم‌هایی که دستمونه و نباید دنبالش بگردیم برای پیدا کردنش سلامتیه. امروزه به دنبال پول همه میدونن، همه کجا بذاریم این پول 2 برابر بشه، کجا به کار بریم که پول وارد زندگیمون بشه. همه ما آدم‌ها دنبال الان اینیم که یه پولی وارد زندگیمون بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، سود ببریم، دنبالشیم. ولی تنها سرمایه و گنجی که دنبالش نیستی سلامتی که در درون توه، ولی نسبت بهش آگاه نیستی. ولی یه روزی میرسه که با استرس، استراب و برنامه غذایی که رعایت نمی‌کنی تو میلیون ها درآمد کسب بکنی، ولی در سن بزرگسالی، در پیری به همه رو ضرر سلامتیت بکنی. آقا این پولا رو بگی من قلب بهم بگن، پیوند کبد رو برای من انجام ندن، من میدم خوب باشه که بتونم یه غذایی بخورم، من میلیون ها میدم، من میلیاردها میدم، ولی سلامتی برگرده ولی بر نمیگرده. موفقیت ما، سلامتی ما حاصل انتخاب امروز ماست. سلامتی ما حاصل انتخاب آگاهانه امروز ماست. پس نسبت به فشار خون و کسان عزیزانی که فشار خون دارن آگاه باشین. قند اضافی، شکر اضافی، هر آن چیزی که ناخالصی میزانه خون ما رو بیشتر میکنه باید آگاه باشین. خب حالا من اینجا چیکار بکنم که این حالا فشار خون من برطرف بشه؟ اول چیزی که اینجا خیلی مهمه، باید فشار خون شما بررسی بشه. از نوع عصبی با استرس، استراب فشار خون میره بالا، پس باید یک سری داروهایی باشه که اعصابتو کنترل کنه. تو اگر اعصابت کنترل بشه خدا شاهد فشار خون نمیره بالا یا افت فشار شدیدی نمیگیری. من اعصابم با یه داروی مثال میزنم، آقا بهلیمو خوب میشه، دم کرده یه بهلیمو رو بخورم که باعث میشه اعصاب روان من رو کنترل بکنه. من وقتی اعصابم روانم کنترل بشه فشار خون من نمیره بالا. من وقتی که استرس، استراب دارم میزان این ریتم قلبم بالا پایین میره و اونه که خون رو داره بد یا پرفشار داره پمپاژ میکنه داخل بدن قلبه. و در بسیاری از این که فشار خون داره به فشار روی قلبم برمیگرده و بطن راست و بطن چپ که قلب داره باعث گشادی رگ‌های قلب میشه و اینجا هستش که درد قفسه سینه، درد شانه چپ یا در هر صورت تنگی نفس، یهویی از خواب میپری، شوک‌های عاطفی، شوک‌های روحی، درد بدن، درد استخوان، درد مبرد به وجود میاره. فقط بحث فشار خون نیست. ببین همه اعضای بدن در جواره هم دارن آسیب میبینن. اگر شما به این سلامتیتون اهمیت ندین. ما خب مثلا خیلی سری از افراد با ما رجوع میکنن برای فشار خون چی استفاده کنیم؟ میگیم سرکه انگبین استفاده کن. سرکه انگبین میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل اینه که شما جوش شیرین رو بریزی داخل یک با سرکه بریزی داخل یک کتریه که حالا لعاب داره، نمیدونم حالا رسوب داره، تمام رسوباتشو میکنه داخل رگ‌های ما. سرکه انگبین که بعد نهار یا بعد شام داره استفاده میشه فوق العاده میتونه عمل کنه. ولی بازم اگر اینکه سرکه انگبین رو بخواید استفاده کنید برای هر تب و مزاج فرق میکنه. پس توصیه من به شما اینه که حتما بدونی که تب و مزاجت گرمه یا سرد. مزاج شما یا اون پای مزاجی شما سوداست، صفراست، بلغمه، چیه؟ دمه. من نسبت به تمام مزاج خودم دارم، من یه فرد بلغمیم، پس نباید زیاد سردی استفاده کنن. دیگه وارد فصل پاییز زمستون هم شدیم، بریم حداقل چایی بخوریم، چای مثلا شیر ماسالا بخوریم. مثلا من اگر دارم چای امروز دارم استفاده میکنم یه چای خالی نباشه، آخه داخلش گل محمدی باشه، هل باشه، دارچین باشه، زنجبیل باشه. این باعث میشه نشاط سرزندگی رو برای ما وجود بیاره. خیلی از عزیزان ما مراجعه میکنن میگه من پکرم، من برای اینکه صبح پاشه بچه من یک صبحونه بهش بدم هیچ انگیزه‌ای ندارم، بچه‌م میره میاد یه ناهاری نمیتونم تحویلش بدم، بدن دردم، استخون دردم، اعصاب ندارم، اصلا حوصله تکالیف بچه‌مون ندارم. چرا؟ چون مغز تو سرده، چون خون تو سرده. چه غذایی میخواد وارد بدنت بشه؟ واسه همینه که قلبت ضعیف میزنه، واسه همینه که مغزت یا سرت سنگینه. خوابم قانعت نمیکنه، بیخوابی هم قانعت نمیکنه، در یک حد و مرزی که از خودت راضی نیستی. چرا؟ چون تو نسبت به بدن و تمام مزاجت آگاه نیستی که امروز نهار چی خوردی، امروز شام قراره چی بخوری، تو وعده هفتگی شما چه بیشتر گیاهانی جا بگیره. ما عزیزی رو داشتیم کمکاری کلیه داشت، حتی به دیالیز کشیده بود و ما در کنار این که گفتیم حالا شما که داری کورتون استفاده میکنی سبک غذاتو درست کن، یعنی گفتیم
یکی مثلا حالا به اینکه روغن مالی رو از طریق روغن سیاه و کرچک به پهلوها داشته باشی، روغن کدو رو خوراکی استفاده کنی، بهش گفته بودم مخلوط زنیان و گردو، یه قاشق غذاخوری پر گردو، یه قاشق غذاخوری کوبیده مثلا همین زنیان رو، اینها رو به صورت با مسلسلی حالت گلوله شکلات کنه، هر روز صبح ناشتا یکی رو بخور، ولی تمیز سرد بودا، گرم نه، تمیز سرد. این کلا باعث میشه که اصلا کلیه تو رو تقویت بکنه و خیلی زیر راهکارهای دیگه. حالا ما الان چند تا از فشارخون ها رو بهتون بگم. کسانی که فشار خون دارن و یا میخواین درگیرش بشن، بعد حواستشون باشه زمانی که فشارشون بره بالا یه دردی در پشت سر، ناحیه سرشون، پشت سرشون و گردنشون میگیرن. این ناحیه این قسمت شونه هاشون میگیره، یه درد تیر کشیدنی رو داره، ولی فشار و درد در پشت سرشون و ناحیه گردنشونه و کم کم رفته به کل سرشون میگیره. کسی که فشار خونش میره بالا در هر صورت یهویی خواب عمیقی بهش دست میده یا شروع میکنه به خمیازه کشیدن و داخل چشماش آب میاد. این یعنی فشار تو رفته بالا. اگر این عزیز ما، مادر ما، قرص فشار همراهش نباشه یا اصلا ندونه که فشار داره یا اصلا هیچ راهکاری برای درمان چه گیاهی چه حالا مدرن نداشته باشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ خیلی خطرناکه. پس ما اینجا باید یاد بگیریم که اصلا فشار خون چه علائمی رو داره. کسی که همیشه بدن درده، کسی همیشه قسمت ساق پاش و قسمت قوزک پاش، قسمت این پاها، انتهای پا همیشه ورم و التهاب رو داره، فشار خونم داره و یا اگر پیگیری نکنه درگیرش میشه. این چرا ما بذاریم بیمار بشیم که بعد اون موقع بریم دارو استفاده کنیم؟ خواه ناخواه سن سال نداره. حواستون به برنامه غذاییتون باشه. کسی که دیابتیه بریم پاشو داره قد میکنه، بریم بفهمید چه قد داره درد میکشه. کسی که یک فردی کلیویه که ادرار نداره، بدنش اینقدر ورم کرده و بره دیالیز بکنه، آب و مایعات رو بکشن با دستگاه، ببینید چقدر داره درد میکشه. حالا ما اگر آگاه باشیم فقط کافیه به جای همین لیوان آب خالی یک گیاهی دم کنیم که تقویت کننده بدنمون باشه. سر سفره غذاییمون یه برنامه غذایی رو رعایت بکنیم که معده‌مون رو گرم کنه، چون مرکز تعادل بدن ما راه هضم و جذب و دفع گوارش ماست، ولی نادیده میگیریم. من یکی از مواردی که باعث شد که وارد این مسیر شغلی بشم به خاطر این رسالت آگاهی بود، به خاطر رسالت این بود که حداقل خودم یا مادری باشم که سلامتی رو وارد زندگی بچه‌هام بکنم. خیلی سری شغل ها وجود داره، مکانیک، آرایشگر، نمیدونم خیاط، میگه به ازای هر 10 نفری که توی کشور توی دنیا هست میگه 10 تا شغلم هست. یعنی به ازای این همه جمعیت، 8 میلیارد جمعیت، میگه شما فرض کنید اینجا 16 میلیارد ما شغل داریم، نمونه شغل ها رو داریم، ولی چرا آدم ها صرفا بیکارن؟ من خودم به شخصی یکی از مباحثی که باعث شد که من محمدزاده با اینکه لیسانس رشته اقتصادم بیام وارد این مسیر بشم و بیام در بحث این مدارک و گواهی‌های حوزه سلامتی رو بگیرم و اصلا مدرسش بشم، درمانگرش بشم، در هر نوعیتی بیام درمان بکنم، همین بود. این که این مسیر یه مسیر خدمته، یه مسیر رسالته. اینو من بگم و بریم برای دیابتیسی توضیحات بدم. ما میگه نمیدونم بین کدوم پیامبر رو فراموش کردم، همیشه اینو میگم ولی یادم رفته بود. یکی از پیامبرا میاد از خدا سوال میکنه، میگه که خب به نظر خودت اگه تو بنده بودی، از خدا سوال میکنه، میگه که تو اگه خودت بنده بودی چه کار میکردی که مثلا جات بهش بود یا بیشترین ثواب تو دنیا جمع میکردی؟ میگفت درست عبادت هست، نمیدونم زکات هست، ولی میگه هیچ چیزی به اندازه این ثواب نداره که تو بگردی توی دنیا، توی نمیدونم روی کره زمین، دردی از دردهای آدم ها رو درمان بکنی یا گرهی از مشکلات آدم ها رو باز بکنی. من حتما باز یادم رفت کدوم پیامبر براتون تا لازم باشه تو گروه ها میفرستم، اونا که با ما حالا همراه هستن هر روز. و خیلی میگه حتی این پیامبر خیلی جرأت داشته که از خداوند این سوالو پرسیده، گفته تو اگر بنده بودی به جای من چیکار می‌کردی ثوابو جمع کنی؟ میگه میگشتم توی روی زمین اون آدمایی که نیاز به کمک من داشتن رو کمک می‌کردم. این بالاترین جایگاه بهشته. تو ساعتو بیا سجده نماز کن. ولی اگر امروز کسی اومد به تو گفت من این کارو ازت میخوام ولی نتونی شرمندش بشی، الان جامعه ما اقتصادی خرابه،
وقتی خود من نمیتونم اقتصاد خودمو مثال دارم میزنم آقا تکمیل بکنم، چطور میتونم گری از مشکلات همسایم که میدونم برای نون شبش مونده درست بکنم؟ امروز من برای بچه‌م اومدم میوه بستم، نمیدونم خوراکی بستم، ولی میدونم هم میزیش آقا یه ساندویچ خیلی ساده هم نداره. من نتونستم خدمتی بکنم چون از نظر اقتصادی فکرم نرسید که یک زن توانمند باشم. من امروز میدونم همسایه من هر زمان که میاد تو صف نونوایی پاشو بنده خدا میخش اینجوری میکشه خش کنان میاد، ولی من ندونم که آقا این سردی استخون داره، حداقل یه روغن سیاه دونه رو براش بگیرم تهیه کنم بگم با پات بزن. آقا تا برنامه غذا اگر فشار خون نداره برای دردهای مفصلی دم کرده زنجبیل، هل، ماسالا، میخک فوق‌العاده است. اصلا سردی استخون رو برطرف میکنه. چرا همه بدن دردن، استخون دردن یا کمر دردن، شونه دردن؟ چون خود استخونه ها یکی از عضوهای کاملا سرد در بدن ما بلافاصله سردی ها رو جذب خودش میکنه و اینجا هستش که من میام دائم استامیفن میخورم، کورتون میخورم که من درگیر مشکلات مثلا نمیدونم بدن دارم. تا کی؟ برنامه غذایی تو رعایت کن، یا شغل رو انتخاب کن که هر روز خودت آگاه باشی تو این مسیر. شغل رو انتخاب کن که بتونی دیگران هم آگاهی ببخشی. شغل رو انتخاب کن که از طریق آگاه کردن آدم ها بتونی به درآمد برسی.